اصلا ماه محرم ماه روزه هست. گفتن که یگان ماه مثل رمضان نیست در روزه داشتن. بعد رمضان ماه محرم است، یعنی روزه داشتن در ماه محرم ثوابش بزرگتر است. روزه داشتن در ماه محرم بعد رمضان بهترین ماه است. بنابراین روز نهم هم هشتم هم اکثر ماه محرم اگر کسی روزه دارد خوب است. خب لیکن گفتن که اگر سال آینده زنده باشم روز نهم هم روزه میدارم. سببش چی؟ سببش در پایان میاد. در دیگر حدیث، این حدیثی اینا مسلم است، فقط لفظ دیگر است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله روزی عاشورا روزه داشتند و مردم را به روزه‌داری امر کردند، گفتن که صحابه ها گفتن که یا رسول الله، امروز روزی است که یهود و نصارا این روز را بزرگ میشمارند، هم یهود هم نصارا. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که پیدا کان العام المقبل ان شاء الله صم اليوم التاسع، اگر روز آینده سال آینده زنده باشم روز نهم روزه میدارم. فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، سال آینده نآمده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. خب روز تاسوعا روز نهم محرم خودشون روزه نداشتن، لیکن گفتن که اگر سال آینده زنده باشم روزه میدارم. گفتن این علاقه حدیث میشه، این علاقه سنت میشه، برای اون که پیامبر صلی الله علیه و آله عزم کردن ولی امکانیت پیدا نکردن، دیگر وفات کردن. یعنی این یا نمودی امر است، سنت است، بیان سنت است که من اگر سال آینده زنده باشم هر آینه من روز نهم محرم روزه می داشتم.